بچه ما چله کشی رو انجام دادیم، فاصله بین چله ها رو مرتب کردیم. بهتون توضیح دادم که فاصله بین چله ها خیلی مهمه و خودتون باید تشخیص بدین که فاصله بین چله ها چقدر باشه. فاصله چله ها در حالت تقریبی به اندازه ضخامت نخ پودتون باید باشه. یعنی این نخ پودتون بین این چله ها باید جا بگیره. اگر خیلی از هم فاصله داشته باشن، گلیمی که میبافی شل میشه. اگر هم خیلی به هم نزدیک باشن این چله ها، وقتی که میخوای پودا رو روی هم بکوبی، چون پرزایی ندارن پودا به هم دیگه نمیچسبن و نخ تار دیده میشه که خیلی صحنه زشتی و گلیمتون بیکیفیت میشه. پس حتما حواستون باشه طرحتون ریز باشه، فاصله بین چله ها باید کم باشه. طرحتون درشت باشه، فاصله بین چله ها باید زیاد باشه. نختونم باید ضخیم باشه، یعنی چند لا بکنید. الان این مثلا 2 لاه، شما باید بکنید 4 لا 5 لا. اگه برای کف زمین میخوای گلیم ببافی، باید یه گلیم ضخیم ببافی. ولی اگه برای روی مبل میخوای ببافی، نازک باید باشه. اگه برای دیوار کوب میخوای ببافی، یه طرح ظریف و یه گلیم ریز بافت باید ببافی که طبیعتاً فاصله چله ها باید کم باشه، نخ چلت باید نازک باشه، نخ پودت باید نازک باشه و به این صورت نخ پود بین این نخهای چله قرار بگیره. بعد از اینکه چله کشی رو کردیم، مرتب کردیم، نوبت میرسه به بستن چوب کوجی. من تو این دوره 2 روش بستن چوب کوجی رو بهتون یاد میدم. خب اول چوب کوجی رو اینجا میذاریم. من از یک کش استفاده میکنم. شما میتونید از نخم استفاده بکنید. به هر صورتی که اینو باید ثابت بکنید اینجا. ببینید من این کش رو دستم میگیرم به این صورت، از پشت رد میکنم، از بین اینا رد میکنم و میارم و سفتش میکنم. شما از هر روشی که خواستین میتونید استفاده کنید. من از این روش استفاده کردم. یک کش رو دستت میگیری به این صورت، میبینی این کش رو از اینجا میری، از لای این کش دوباره رد میکنی به این صورت. ببین از توش رد کردم، حالا میرم دور این چوبه میچرخونم، انقدر میچرخونم که سفت بشه. میبینی الان سفت شد، یعنی اندازه است. خب بچه وقتی که این چوب رو سفت کردین، این چوب کوچولو رو سفت کردین، مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که یه نخ از این سر چوبمون به اون سر چوبمون ببندیم. اینو اینجا گره میزنم، میارم این سرش هم دوباره گره میزنم. خب گره زدم. یه نخ تار از سمت چپ، از سمت چپ به سمت راست من بستم به این صورت. من یه نخ دیگه اینجا بستم به این صورت. ببینید بچه، یه چند دور دورش میچرخونم به این صورت. این روشی که دارم بهت یاد میدم راحت ترین روشه. اینو یاد بگیر، بعد برو اون یکی روش رو یاد بگیر. اینو چند دور تابش میدم تا بیام برسم به این. میای فقط نخهای زیر رو برمیداری. بچه چوب کوجی فقط برای درگیر کردن نخهای زیره، برای اینکه بتونی راحت تر نخهای زیر رو برداری. ببینم قشنگ میبینید؟ بله. خب ببین وقتی که چند دور این چوب کوجی چرخوندی، خب حالا میای فقط نخهایی که زیر این نخ هست، این نخی که بود از سر تا سر گلیم رد کرده بودم، نخهایی که زیرش هست و ببین این روه این زیره. من میام این نخو از زیره اینو بلند میکنم، نخ زیر رو از زیرش رد میکنم، از زیر چوب میگذرونم. ببین به این صورت. خب حالا چیکار میکنم؟ دوباره زیر بعدی رو برمیدارم، از زیرش رد میکنم، از زیر چوب رد میکنم. ببین به این صورت. این یه روش خیلی راحته برای اونایی که مبتدیان، زیاد بلد نیستن، برای اونا خوبه. بچه ببینید دوباره این زیر رو بلند میکنم، از زیرش رد میکنم به این صورت، میارم از زیر چوب رد میکنم. همین صورت تا آخرش رو ادامه میدم. ببین
زیر رو بر میدارم، میارم ببین از پشتش رد میکنم، از زیر چوب رد میکنم به این صورت. نه خیلی باید بکشی نه خیلی شل باشه، بعد دیگه عادی باشه. دوباره نخ زیر بعدی از زیرش رد میکنم. خب دوباره زیر بعدی از زیرش رد میکنم و میارم. زیر بعدی به این صورت. بچه نه خیلی میکشین نه خیلی شل میذاریم، به هر دیگه عادی باشه. به این صورت از زیرش رد میکنی میاری. دوباره زیر بعدی، زیر بعدی، زیر بعدی و آخرین زیر. خب بچه میبینید چقدر ساده است. حالا میای چند دور این میچرخونی و اینو یه جوری فیکسش میکنی به این نخه. فیکسش میکنی و اضافی رو میبری. حالا من نمیبرم چون میخوام آموزش بعدی رو هم بهتون یاد بدم، شاید لازمم شد. خب حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری شد. بچه دوباره برای گوجی بستن حرفه‌ای تر میایم این نخ چلمون رو به این قسمت چوب محکم گره میزنیم. خب یکی دو دورش میپیچیم، میایم میرسیم به این قسمت. دوباره ما با نخهای زیر سر کله میزنیم، با نخهای رو هیچ کاری نداریم. میایم نخ زیر رو بر میداریم، رو زیر، دومی زیره. خب از پشتش رد میکنم، ببین از پشتش که رد کردم میارم از این زیر میارم بیرون، آوردم درسته. حالا اینو بر میدارم، اینو میارم بیرون به این صورت، اینو از بین این رد میکنم و محکمش میکنم. ببین چیکار کردم، خیلی آسونه. دومی رو بر میدارم، دومی زیر، نخ رو میبرم از پشت این نخ رد میکنم، از پایین میارم، ببین به این صورت میارم. خب وقتی که از پشتش رد کردم از این پایین آوردم، ببین این نخ رو بر میدارم، این نخی که دستم هست از این پایین میارم به این صورت، یه دونه اینجوری درست میکنم. حالا این نخ رو از توش رد میکنم و میکشم به این صورت، یکم سفتش میکنم فیکس بشه. امیدوارم که خوب یاد بگیرید چون خیلی کاربردیه. نخ زیر رو بر میدارم، اینو میبرم پشتش، از اون زیر، ببین از این زیر، این از زیرش رد میکنم، از این سمت چپ، از سمت چپ میارم پایین، این نخ رو بلند میکنم، اینو به این صورت میکشم، حالا از توی این رد میکنم و اینقدر میکشم تا فیکس بشه به این صورت. نباید خیلی بکشین، نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت باشه. بچه ببینید این قسمت رو توی راستان یه دونه خیلی کشیده یه دونه شل نیست، اینجوری نباید بکشی، نه ببین توی راستا بمونه. بعدی رو هم انجام بدم. یکم تمرین بکنید قلقش دستتون میاد. ببین بلندش کردم، حالا از پشت رد میکنم، از سمت چپ میارم بیرون، ببین از سمت چپ آوردم بیرون، دستم نگه داشتم. حالا اینو بلند میکنم، اینو میدم، حالا یه گره اینجا ایجاد میشه، به اندازه اینو میکشم که این فیکس بشه. زیر بعدی دوباره از پشتش از چپ
میارم اینو بلند میکنم، یه قلاب از توش رد میکنم و به این صورت. این کوچی اصولی تره، حرفه‌ای تره تا اون اولی برای مبتدیا بود. از پشتش رد میکنم، اینو بلند میکنم، یه نیم دایره، حالا گره میزنیم و فیکسش میکنیم. دوباره زیر پایین بلند از سمت چپ در میارم از پایین چوب، اینو بلندش میکنم و به این صورت گره میزنم. حالا فیکسش میکنم. امیدوارم که یاد گرفته باشید. به این صورت ببین بچه ها، از پشتش رد میکنم، از سمت چپ پایین میارم، این نخو بلند میکنم و یه نیم دایره رو از توش رد میکنم. حالا فیکسش میکنم. یه بار دیگه زیر رو برمیدارم، از پشتش میارم یه نیم دایره و از توی نیم دایره رد میکنم نخو. دوباره یه زیر رو برمیدارم، از توش رد میکنم و به این صورت. بچه کوچی برای گلیمایی که ساده بافی زیاد دارن خیلی خیلی کاربردیه. برای گلیمای بزرگ واقعا کاربردیه، چون برداشتن دونه به دونه این نخهای زیر خیلی سخته. یکی اینکه با نوک انگشتات بیا یه دونه برداری اینجوری، ولی نه، با کوچی فشار میدی زیریا میان بالا. خیلی خیلی بافتت، سرعتت میره بالا، بافتت راحت تر میشه و خستگیت کمتر میشه. از پشتش رد میکنی، از پایین سمت چپ میاری بیرون، نیم دایره از توش رد میکنی. ببین یه بار دیگه انجام بدم. آخرین زیرمون، آخرین زیر رو ببینید. خب از پشتش رد کردم، از قسمت چپ میارم بیرون به این صورت، میبینی؟ حالا اینو برمیدارم یه نیم دایره، ببین اینو میکشم یه نیم دایره، حالا قفلش میکنم به این صورت. وقتی کارم تموم شد با کوچی، ببین همه چی مرتب. وقتی کارم تموم شد با کوچی چیکار میکنم؟ دوباره اینو میارم میچرخونم و یه جا کامل فیکسش میکنم که یه وقت کوچیم باز نشه یا شل نشه. خب اضافی نخم میبرم که دیگه دم دست نباشه. خب بچه حالا بیاین از نزدیک ببینید. ببینید چجوری اینا درگیر شدن. ببین نخهای زیر همشون درگیرن با کوچی، میبینی؟ نخهای زیر همشون با کوچی درگیرن، میبینی؟ کوچی همه اینا رو ببین، اگه این کوچی رو بکشم زیریا میان بالا. حالا اگه فشار بدم، من بالایی رو فشار بدم، ببین نخ کوچی چجوری نگه میداره، زیریا میان بالا. حالا اگر چوب هافو انداختم من بهتون نشون میدم. من دوربینو گذاشتم بالا که زاویه دیدم بهتر بشه. بستن کوچی به روش حرفه‌ای رو میخوام بهتون یاد بدم. این چوبی که برای چوبی بستیم، اینا یه شیاری معمولا دارن، یا اگر نداشتن یه چوب معمولی داشتین شما، میتونید این قسمتش رو یه کوچولو شیار ایجاد بکنید که نخ روش فیکس بشه. نخو به این قسمت یه گره محکم میزنیم که ثابت بشه و تکون نخوره. خب یکی دو دور میچرخونیم به این صورت. خب میایم نخ زیر رو برمیداریم، اولین نخ زیر رو بلندش میکنیم. این نخ که دست راستم هست از پشتش رد میکنم، از پایین از پشت این نخ، ببین از پشت این نخ میدم به دست چپم به این صورت. ببین نخ زیر درگیر شد، میبینی؟
نخ زیر درگیر میشه به این صورت. خب حالا نخ دست چپم هست، با این دست راستم این نخ افقی رو بلند میکنم. بلند که کردم با این دوتا انگشتم این نخی که این پایین هست رو میگیرم، ببین به این صورت میگیرم بلندش میکنم، یه نیم دایره درست میکنم. وقتی نیم دایره درست کردم این نخی که دست چپم هست رو میدم از توش رد میکنم، حالا میکشم به یه اندازه‌ای میکشم که نخ زیرم زیاد کشیده نشه، اینقدر کشیده نشه. ببین الان خیلی درگیر شده، نه این اشتباهه. به یه اندازه‌ای میکشم که متعادل باشه، خیلی بالا نیاد، تو همون سطحش بمونه، خیلی هم شل نباید باشه. به یه اندازه‌ای که وقتی اینو فشار میدم نخ زیر بالا بمونه. ببین وقتی فشار میدم نخ زیر بالا میمونه. این نخ کوچی اجازه نمیده نخ زیرم پایین بره، همون بالا نگهش میداره. خب دوباره من انجام میدم، بعد زاویه دوربین عوض میکنم. نخ زیر رو برمیدارم، دومین نخ زیر رو برمیدارم، از پشتش رد میکنم، از پایین سمت چپ میدم به دست چپم به این صورت. الان دست چپمه، درسته؟ حالا با دست راستم نخ افقی رو بلند میکنم، با دوتا انگشتم این پایینی رو میگیرم و میکشم بالا، یه نیم دایره درست میکنم و از داخل رد میکنم و یک گره ایجاد میشه اینجا. حالا این گره رو میکشم، گره نباید زیاد کشیده بشه، حواستون باشه بچه. خب حالا سومی رو بکنیم. نخ زیر بلند، از پشتش رد میدم دست چپ که پایینه به این صورت. حالا بلندش میکنم نخ ارزی رو، و این نخی که دست چپم هست رو میدم از توش رد میکنم به این صورت. حالا فیکسش میکنم، انقدر میکشم که به اون اندازه که مورد نظرم هست برسه. بچه خیلی نباید بکشید، حواستون باشه. بچه ها حالا که ما چوب کوچی رو بستیم، نخ کوچی رو کامل بستیم، آماده کردیم، نوبت میرسه به چوب هافمون. چوب هاف کارش چیه؟ چوب هاف نخای رو بلند میکنه. خب اگه این نخ زوار که ما اول کار بستیم از عرض گلیم از سمت چپ به سمت راست بستیم، اگه اینو بلندش بکنیم نخای رو بلند میشن به این صورت. ببین خب خیلی راحت اینو بلند میکنیم، دستمون رو میکنیم داخل این نخای رو و چوب هاف رو از لابلای اونها رد میکنیم. تو منطقه ما به جای چوب از شلنگ استفاده میکنن. شلنگ چون انعطاف پذیره خیلی راحت از لابلای نخا رد میشه. خب این فاصله رو براشون نگه میداریم، نخای رو بالا، نخای زیرم که با کوچی درگیر شدن. مرحله بعد اینه که ما تسمه مهار رو بذاریم. تسمه مهار چیه؟ تسمه مهار یه چیز خطکش مانند، یه چیز صافه به این صورت. حالا من از مقوا استفاده کردم، 3 تا زدم به این صورت که سفت بشه. خب اینجا گلیم اول کار گلیم میزنن تو. خب برای کسایی که مبتدی هستن، اول کار هستن، خیلی خیلی مهمه شما حتما سعی بکنید که از تسمه مهار استفاده بکنید. این اول کار که اینجا کار میذارن، الان بهتون یاد میدم. وقتی که دفتین رو میزنن نمیذاره پایین گلیم کج و بالا پایین بشه، توی راستا صاف اونا رو نگه میداره. برای بستن تسمه مهار باید چی کار بکنیم؟ ما برعکس کار میکنیم، زیر رو میاریم بالا به این صورت. ببینید زیری ها رو میاریم بالا، پایینی ها میمونن. زیری ها رو میاریم بالا، بالایی ها میرن پایین. خب زیری ها اومدن بالا. خب به این صورت رد میکنیم. حالا اینجا فشارش میدیم. ببین بچه ها کیپ شد اینجا، این دیگه تکون نمیخوره. ما اگه بافتم انجام بدیم تا همین حد میره، نمیره، بافتت نمیخوره. اگه این دفتینت بخوره به این آهنی که پایین هست ممکنه نخ چلت پاره بشه. تو کسایی که مبتدیان خیلی پیش میاد که نخ چله رو با دفتین پاره میکنن.
میکوبن میبینی پاره شد. پس حتما سعی بکنید از یه همچین چیزی استفاده بکنید. یه مقوا رو میتونید 2 تا بزنید و این پایین به این صورت بذارید. نخای زیر رو بلند کردم و از لای اون رو رد کردم و اینجوری گذاشتم. بعد از اینکه جا انداختیم چوب تسمه رو انقدر فشار میدیم که دیگه فیکس بشه، تکون نخوره. بعدش میایم تراز میکنیم، یعنی یه قسمتش بالا نباشه یه قسمتش پایین نباشه. این خیلی خیلی مهمه که پایین گلیمتون درست و صاف در بیاد. پس حتما دقت بکنید تراز باشه، فیکس باشه، تکون نخوره وسط کار. اگر که میخواین فیکسش بکنید میتونید از 2 تا نخ استفاده بکنید، گره بزنید، سمت راست و چپ رو گره بزنید به این صورت که این دیگه تکون نخوره. قسمتش هم میتونی گره بزنی که دیگه تکون نخوره. اگه جنسش از چوب باشه، چوب نازک باشه، خیلی عالی میشه. از یه خطکش استیل هم میتونید استفاده بکنید.